ملا قلندر دیگر صبر و تحمل را از دست داده بود و روی راست بد اخلاقی های محمد اقبال را روبرویش می گفت. او را در تمام شرمندگی های خود در بین جامعه گناهکار می کرد. او اندیشه نمی کرد و اعتراف کردنی نبود که محض خودش و دیگر سرکردگان تشکیلات تروریستی سابق حزب نهضت اسلامی این روزهای پر از تحقیر، حقارت و حماقت، بی‌ناموسی و بدبختی را به سر محمد اقبال و ده ها نفر جوانان مثل او آوردند. طور روند حادثه های بعدی نشان دادند محمد اقبال پدرش را نبخشید. بعد فریب دادن شریکان تجارتی و صاحب مبلغ مفت گردیدن او به اروپا گریخت و جامعه را دریافت که برای دردمندان چون او مکان راحت است. او اکنون مصرعی کند همجنس با همجنس پرواز را زود تکرار می کند و به معنای اصلش شرح می دهد. تنها پدرش را تا آخرین نفسهای عمرش نبخشید، چون در وجودش نیمی ذره از اصالت انسانی و مهر بر پدر باقی نمانده بود. در جنازه او اشتراک نکرد، حالانکه در اروپا قرار داشت و با خرج کمترین می توانست خود را تا مکان دفن پدر رساند.